به نماز دوستای خدا یک مثال میارند. ما وقتی در کتاب ها میخوانیم میگه یک انسان اگر در راه همراهی یک رفیق دوستش جای روه، اگر در اون بری راه میگه یگان نجاستی باشه، این شخصیت به سوی رفیقش خبردار میکنه، میگه برادر احتیاط کو که به نمازت نکنه. به نماز چی؟ نجاست. به احتیاط کو برادر که به نمازت نکنه. دوستای خدا میگن ببینه که یک نجاستی که دبری راه است او را میگن به نماز، اما با یک شخصیتی که نماز نمیخونه او را میگن به نماز. ببین چقدر قدر داری ای انسانی که نماز نمیخوانی. لا سهم فی الاسلام من لا صلاة له. جناب پیغمبر گفتند در اسلام یگان حصه نداره، یگان حرمت نداره، یگان قدر نداره شخصیتی که نماز نمیخونه.